açılır perde, düştüğüm yerde, düştüğüm yerde derman sendedir. Düştüğüm yerde, düştüğüm yerde derman sendedir. Düşmüşüm kaldır, mihnetim oldur, ağlarım güldür, ağlarım güldür, derman sendedir. Ağlarım güldür, ağlarım güldür, derman sendedir. وای سلات، خواهش میکنم نرو. تو نگران نباش زمارات، این نمیتونه کاری بکنه. التماست میکنم پیاده نشو. تو از ماشین پیاده نشو باشه. وهاب، تو داری چی کار میکنی پسر؟ گفته بودم نمیذارم زمردو به دست بیاری. یادت اومد؟ یادت اومد نزدیکه؟ وهاب، اون اسلحه رو بیار پایین، مسخره بازی در نیار. تو دردسر میافتی ها. وهاب چی کار میکنی؟ دیوونه شدی؟ وهاب نکن. وهاب آروم باش، بیا حرف بزنیم. نه چی کار کردی؟ عادل زمرد، من خوبم، نترس. کسی اینجا نیست، کسی اینجا نیست، کسی اینجا نیست. طاقت بیار عادل، طاقت بیار. عادل بگو پسرم. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس مدیا انترتینمنت. چی؟ به شلیک کردم؟ عادل پسرم. مامان چی شده؟ پسرم کی به کی شلیک کرده؟ چیزی شده عمو جان؟ سرات توی آره. عادل به عادل شلیک کردن. چی داری میگی زمرد؟ چه شلیک کرده؟ سرات محمود شلیک کرد. شما کجایی؟ تو جاده جنگلی ماردی. سرات خودتو برس. چی شده سرهات؟ به عمو شلیک کردن. چی؟ نیازی چاوش. نیازی چاوش و ماشینمو زود بیار. زمرد منو ببخش که دارم تنهات میذارم. تو رو خدا خودتو خسته نکن. به آمبولانس زنگ زدم، سراتم تو راه میاد.
زمرد تو دختر خیلی خوبی هستی. انشالله خوشبخت میشی. عادل عادل نه خواهش میکنم عادل نه تو رو خدا نمیر عادل تو رو خدا چشماتو نبند منو نگاه کن عادل تو رو خدا این کجامون بیا دیگه مرد. کجایی بیا دیگه بیا بخا اومدم میبینم که به قولت عمل کردی و آفرین. الان پولتو میگیری، زمردم ور میداری و از اینجا میری. آفرین جوان مرد، آفرین پهلوان، آفرین شیر مرد. با کمک شما تونستم عباس آقا. نیازی چاوش امانتیو بده، پول این دوستونو باید بهش بدی. تو کی هستی که داداش منو میکشی؟ عباس خان قربونت برم، خودت گفتی بهم پولم دادی، گفتی داداشتو بکشم. میبینی داره به من تهمت میزنه. به خدا من تهمت نمیزنم عباس آقا. خدایا خودت کمکمون کن. اومد عمو جان، سرهاد عمو جان خوب میشی عمو، خوب میشی تا خوب میشی. نمیخوام بمیرم فرمانده. باشه بده خواهش میکنم. طاقت بیار پهلوان، طاقت بیار، خوب میشه. خوب میشی عمو جون، خوب میشی، بهت قول میدم. سرهاد پسر قشنگم، چقدر خوب تربیتت کردم، ولی قسمت تو اینجا بوده. من دیگه دارم میرم. عمو جون اینجوری نگو عمو جون، اینجوری نگو، خواهش میکنم اینجوری نگو، نجات پیدا میکنم. سرهاد پسر قشنگم، برادرزاده شیر مردم، تو پسر من به حساب میای. تو هم بابای من به حساب میای، تو هم بابای منی عمو. ببینم من مامانم رفت، بابام رفت، تو هم منو تلقا نظر عمو، تو رو خدا تلقام نظر، التماست میکنم. پسر قشنگم، پسر خوبم. سرهاد زمرد رو به تو میسپارم، هیچ وقت تنهاش نذار. از کنارش تکون نخور. به قول بده پسرم، قول بده.
قول میدم. برادر زاده شیر مرد خودم. عمو جان. عادل بلند شو عمو جان، بلند شو عمو جان، بلند شو عمو جان، بلند شو. خواهش میکنم بلند شو. تو رو خدا نرو عمو، خواهش میکنم عمو جان. عمو الو واقعا برادر شیرم از دنیا رفت. مگه من دوست داشتم که داداشم بکشم؟ چی کار کنم؟ دیگه شرایط ایجاب میکرد. بابا یه کارم درست انجام بدید دیگه، یکم دقت کنید آخه. عباس چی شده؟ مامان دیدی چه بلایی سرمون اومد؟ داداش عادلم به رحمت خدا رفت مامان. جگرم داره میسوزه مامان. پسرم پسرم عادل پسرم عادل چرا مردی؟ سوختم عادل، سوختم پسرم. وقتی بچه بودم بابا بزرگم همش قصه تکراری و واسم تعریف میکرد. قصه ققنوس. میگفت ققنوس هیچ وقت تسلیم نمیشه. با هر سختی که دچارش میشه از قبلم قوی تر میشه. با هر زخمی که برمیداره قوی تر از قبل بال میزنه. واسه همینم است که میگن ققنوس نماد قدرت، صداقت، عدالت و عشق. ولم کنید میخوام برم پیش پسرم. من پسر دست گلمو نمیذارم زیر خاک، عزیز دلمو نمیذارم زیر خاک. پسرمو ول نمیکنم. مامان بزرگ کی جون پسر منو گرفته؟ کی عزیز دل منو کشته؟ کی کشته؟ بیچاره ناراحت شد. خب بالاخره پسرش بود دیگه. بجنبین، معطل نکنید دیگه، زود باشین، سریع کارتون رو انجام بدین، بجنبین. میبینی؟
خدا داره واسه عادل بارون رحمتشم میباره. پیداش کنید برید اونی که کشتتشو برام پیدا کنید. خودم پیداش میکنم اونی که کشتتشو پیدا کنید. پیدا کنید برید کسی که پسرمو کشته رو پیدا کنید. برام پیداش کنید. برید ببینید کی پسر منو کشته. تو رو خدا اینطوری نکن. برام پیدا کنید. برید اونو پیدا کنید. مامان عزیزم تو رو خدا به خودت بیا. ولم کن همتون. نوجهان تو با پلیس حرف زدی؟ کی کشتتش؟ کی اونو کشته؟ مامان کی؟ وهابو یادته؟ همونی که دنبال عروسمون زمرد بود. اون عادل پخش بین المللی زبان فارسی از بومیت مدیا اینترتینمنت. من میدونستم. من به پسرم گفتم، به عادل گفتم نکن پسرم. گفتم این کارو نکن. گفتم این دختر تو رو بدبخت میکنه پسرم. گفتم این کارو نکن پسرم. این دختر تو رو نابود میکنه. به پسرم گفتم این کارو نکن. سرهاتو پیدا کنید. سرهاتو برام پیدا کنید. سرهاتو پیدا کنید. آقای محترم ما باید زودتر عموتون رو ببریم. اینا واسگلشن. بله مامان بزرگ. سرهاد اون عروس بی اصل و نسب پیشته؟ آره. حالا خوب گوش بده. میخوام حقیقت مرگ عموتو بدونی پسرم. اون وهاب آشغال کثافت که عموتو کشته خاطرخواه زمرد افعی بوده. کار اون بوده. حواست باشه یه وقت جایی نره که از چشم دور باشه. بلند شو. گفتم بلند شو. راستشو بهم بگو. اون وهاب عوضی خاطرخواه تو بود؟ جواب بده دیگه. خاطرخواه تو بود؟ نه. راست میگن؟ درسته؟ نه به خدا هر چی گفته دروغه. تو کل زندگی دروغه زمرد. دروغه. ولم کنید. آروم باش. میخوای بکشمت ها؟ میخوای بکشمت؟ آروم باش. آقا سرهات آروم باش. سرهات اون که تقصیری نداره پسرم. همه چی زیر سر اون پسره بی خدا بوده که مزاحم عروسمون شده. این کارو نکن. من خودم اون آشغالا به سزای اعمالش رسوندم. اون که گناهی نداره. ببین به چه حالی افتاده بیچاره.
آخ 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 آخ. من اونو میبرمش خونه، شما با نیازی چاوش کارای تشییع جنازه رو حل کنید. باشه بابا؟ برو پسر قشنگم. عروس خانم، اتفاقی که افتاده، بیا ببرمت خونه. باشه؟ بیا. چرا از این راه اومدی؟ عزیزم دارم از میانبار میبرمت که زودتر برسیم خونه. تو هم باید زودتر استراحت کنی. ها؟ چی شد؟ نکنه از من ترسیدی؟ از من نترس. تو تنها یادگاری هستی که از عادل برای من باقی مونده. عادل جان، وای عادل، ای خدا. از من نترس، من ازت مراقبت میکنم. باشه؟ خب بالاخره رسیدیم. بفرمایید. ببین چقدر خوشگله، فکر آدم پیشش میمونه. این خونه پسرمه، این خونه عادل منه. به کجا شلیک کردن؟ چند تا شلیک به پسرم کردن. تقصیر توه، به خاطر تو مرد. تو پسرم رو ازم گرفتی. من کاری نکردم. تو پسر عزیزم و عزیز دلم و ازم گرفتی. من کاری نکردم. تو جیگر منو پاره کردی. انشالله جیگر تو هم پر از زخم بشه. انشالله خونت غذای برنده، گوشتت غذای سگ، استخونت غذای گرگ بشه. من کاری نکردم، من بیگناه. ساکت شو،
ساکت شو، ساکت شو. ساکت شو. من چی کار کنم؟ حالا من چی کار کنم؟ من چی کار کنم؟ من هم زنده دفن کنی. من چی کار کنم؟ جیگر منم داره میسوزه. جیگر منم داره میسوزه. از من فاصله بگیر. به من نگاه نکن. نکن. به من نگاه نکن. نگاه نکن. ببریدش. اینو ببرید. ولی خب دیگه نمایش تموم شد. این دختره رو ببرید تو اتاقش استراحت کنه. ببر جان به دیگه. خودتونم برین تو اتاقتون. مامان قشنگم، نگران نباش. انتقام داداشم رو گرفتم مامان. دلت آروم باشه. معلومه باید چی کار کنیم عباس. این دختره باید بمیره. دل من فقط اون موقع است که آروم میشه عباس. اونجوری دلم خنک میشه عباس. اما مامان، این دختر که گناهی نداره. اون وهاب آشغال خودش بریده و دوخته. زمردم خیلی وقته که از دست مزاحمت‌های این کثافت بیشرف فرادیه. من امروز، همین امروز دستای گرم عادل رو تو دستام گرفتم. همین امروز. الان عادل من تو سردخونه است، روی تخت یخ خوابیده. معلومه باید چی کار کنیم. این دختر باید بمیره. باید بمیره. سیرات عروس خانم، هنوز نخوابیدی؟ گفتم بیام بپرسم ببینم چیزی نیاز نداری؟ میخوای بگم شیر و عسل داغ برات درست کنم؟ میخوری راحتم میخوابی؟ خوب میخوابی. از اتاق من گم شو بیرون. گم شو! واسه چه اینجوری داد میزنی؟ خب منو ناراحت میکنی. ما قراره اینجا کنار همدیگه زندگی کنیم. خب تو هم یه جورای عروس خودم به حساب میای. بالاخره دارم وظیفه فامیلی ما انجام میدم دیگه. داری دل منو میشکنی. اگه همین الان نری بیرون شروع میکنم به جیغ و داد کردن و همه اهالی امارتو میکشونم من میگم اینجا. تو اعصابت خیلی خوب شده. یه شیر و عسل میخوردی خوب میشدی. بازم خود دانی. ولی حالت خوبه. آره تو حالت خوبه. حالت خیلی خوبه. شب بخیر. این دیگه چه وضعشه؟ باید یه دوش آب گرم بگیری، شیر داغو بخوری، حالت خوب بشه. این چه وضعشه؟ الکی داغ میکنه، بی خودی عصبی میشه. عجب گیری افتادی ما.
خوش اومدین. با دقت حملشون کنید. آروم روش خط نیفته. آروم. مامان چه رنگ قشنگی هم انتخاب کردی صورتیه. دخترم من اگه امکاناتشو داشته باشم خیلی خوش سلیقه‌ام، دکوراسیون خونه رو خوب بلدم. آروم. مواظب پایه‌هاشون باشید. حواست به پشتت باشه. کاش بتونن سالم برسوننش. اینجا بذاریدش اینجا. برید همشو بیارید بعد میذاریمشون تو. آها حالا برید بقیه‌شو بیارید بعد همشونو میبریم تو. ای خدا ببین ملیحا خیلی خوشگلن. آخه چه نیازی به اینا بود؟ آفتابه و لگن 7 از شام و نهار. استغفرالله. هی رستم، من مادر زن عادل دمیرکانه بزرگم مبل و ماشین لباسشویی که واسه من چیزی نیست. دختر اینجوری میخوابیم تلویزیون میبینیم. ای خدا خیلی نرم. اینجا رو امضا میکنی آبجی الفا؟ آره امضا میکنیم. بده ببینم. بسم الله. ای خودکارت هم خیلی بد مینویسه ها. ایش ها. راستی اگه تلویزیون خوب آوردی به هم خبر بده باشه. راستی تسلیت میگم آبجی. چرا مگه چی شده؟ مگه شما خبر ندارین؟ دیشب به عادل دمیرکان شلیک کردن، بیچاره مرد. چی؟ کل نوشهر میدونن، شما چطور خبر ندارین آبجی؟ چی داری میگی؟ ای خدا دختر ما دیروز خیلی فعالیت کردیم واسه همین شب زود خوابیدیم نفهمیدیم تو چی میگی؟ ای خدا ملیحا من سرم دوباره داره میگیره. منو بگیر دختر. ای خدا بدبخت شدیم به خدا بدبخت شدیم. مامان ما کلی پول خرج کردیم، با آرایشگاه و لباس کلی پول دادیم. اگه آبجیمونو بندازم بیرون چی کار کنیم؟ دختر این چه حرفیه میزنی؟ نفوس بد نزن تا نکشتمت. ای خدایا چرا این بلاها سر ما میاد؟ ای خدا شما آدم نیستید، فقط ظاهر آدم ها رو دارید. مرد به اون رشیدی مرده، اون وقت شما حرف پول میزنید. بین المللی زبان فارسی از موبیت مدیا اینترتینمنت. عادل، ای کاش من میمردم. کاش خدا به جای تو جون منو میگرفت. دختر یه بد قدم. اونو از اینجا نیارید بیرون. من هنوز کارم باهاش تموم نشده. بسرم آی داماد جوون مردمو گذاشتن تو تابوت دارن میبرن. رستم تو هم کمکشون کن دیگه. آی سرتون سلامت. خدا رحمتش کنه. ممنون. شما میدونید زمرد کجاست؟ حالش خوب نیست، بهش دارو دادیم خوابیده. ای خدا. گفتی حالش بده؟ پس حتما باید یه سر بهش بزنم. ما الان داغ داریم، تو هم زیر دست و پامون نپلک. همین جوری شم خانوادگی عین زالو چسبیدید بهمون. بعدش هم شما با چه روی اومدید اینجا؟ اصلا خجالت نمیکشید؟ تسلیت میگم. سلامت باشی.
سرحد قسمت تو همینجا بوده پسرم. سرحد تو پسر من به حساب میای. تو هم بابای من به حساب میای. تو هم بابای منی عمو جون. ببینم من مامانم رفت، بابام رفت، تو دیگه منو تنها نذارم. تو رو خدا التماست میکنم. پسر قشنگم، پسر خوبم. سرحد زمردو به تو میسپارم. هیچ وقت تنهاش نذار. از کنارش تکون نخور. دستتو باز کن. گفتم دستتو باز کن. خاک شوهرتو برات آوردم. خودم عمومو گذاشتم تو قبر. اولین خاکو خودم ریختم روش. تو چطور میخوای تاوان اینو پس بدی؟ چطور میتونی با این همه گناه زندگی کنی؟ من اگه جای تو بودم نفسم نمیتونستم بکشم. سرحد آقا سرحد، عزیمت خانم تو تراس منتظر شما هستم. منو صدا کردی مامان بزرگ؟ دو نفرم با خودت ببر. تو یه جای خلوت دختره رو بگیر و بکش. یکی از بچه‌ام هم گردن بگیرن. زمرد نباید بمیره. بگو ببینم تو واسه چی از این دختر دفاع میکنی سرحد؟ ها؟ جواب منو بده. واسه چی از این دختر بد قدم دفاع میکنی؟
چون که عموم این دختر رو به من سپرد مامان بزرگ. سپردن؟ چه سپردنی؟ چه سپردنی؟ پسر دست گل من، عموی تو داره زیر خاک میپوسه. به خاطر اون دختر بدقدم داره زیر خاک میپوسه. به خاطر اون دختر نحس الان تو قبر خوابیده. سرهاد، امانتم باید حیا داشته باشه پسرم. همه کارکنای شرکت میدونن اون دختره با وهاب نشست و برخاست داره. فقط وهابم نیست، کسی چه میدونه؟ فقط خدا میدونه اون دختر دیگه با کیا سر و سر داره. سرهات، اگه این دختر نمیره اون موقع است که به امانت عمود خیانت کردی. بس مامان بسو، بس دیگه. هنوز حرفم تموم نشده. امانت عادل ناموس این خانواده است. سرهات، من به عموم قول دادم آدم حرفو یه بار میزنه، هیچ کس به این دختر دست نمیزنه. آقا عباس خونن؟ سرکار شب خوش. خدا بهتون صبر بده. من خیلی آقا عادل رو دوست داشتم، خیلی مرد خوبی. سلامت باشید سرکار. خیر باشه. آقا عباس، باید در مورد قتل وهاب بازدمیر ازتون بازجویی کنیم. وهاب بازدمیر مرده؟ جسدش نیم ساعت پیش کنار سرخرود پیدا شده. کنار سرخرود پیدا شده. هر کی کشتتش خوب کرده سرکار، ولی این چه ربطی به ما داره؟ یکی از مظنونین شما این آقا عباس. رد لاستیکای ماشینتون کنار رودخونه دیده شده. تو شهر به این بزرگی مگه فقط من از اون لاستیکا دارم؟ من باید بازجوییتون کنم. باشه، یه قهوه با هم دیگه میخوریم. مامان تو نگران نباش، من با سرکار صحبت میکنم و حلش میکنم. بفرمایید سرکار. منم میرم عموم تنها نباشه. مامان شوهرمو بردن. مسبب همه این بدبختی ها زمرده. پیداش کنید، بیاریدش اینجا. اون دختر بدقدمو بیارید اینجا. به روی چشمم مامان جان. بیا. داری چی کار میکنی؟ بیا عروس خانم بیا. مادر شوهر دلش واسه تنگ شده. چی کار میکنی؟ ولم کن. من میدونم چه نقشه هایی داری. داداش عادل بس نبود، اون خاطر خواهد وهاب بس نبود، حالا هم چشمت دنبال شوهر مره. آره کثافت داره. عباس دیشب تو اتاق تو چی کار میکرد ها؟ تو صداش کردی، با گریه التماسش کردی نجاتت بده؟ بس دیگه. نوجهان خانوم چی کار میکنی؟ دیوونه شدی؟ تو برو کنار. تو رو میگیرم زیر مشت و لگدا. به اون بیچاره چی کار داری؟ تو اول برو شوهرتو جمع کن. از من فاصله بگیر. دستشو گرفتم و آوردمش مامان. تو هم اینجوری میسوزی، بعدشم تو آتیش جهنم میسوزی.
بردارید ببریدش زیر زمین. نشنیدید مامان چی گفت؟ عظیمت خانم، هر کاری میخوای با من بکن. اگه غم از دست دادن آقا عادل کم میشه، مرا بنداز تو زیر زمین، آتیشم بزن. فقط کافیه غم تو کم بشه. تو مادری، فقط کافیه دل تو خنک بشه. شما خودتون رو خسته نکنین. زیر زمینتون کجاست؟ بفرمایید. میزد تو گوشش بهتر از این بود که اینا رو بگه. دونه در رو روش قفل کن.